عزیز، اومدیم بتل پس این سیزن رو با هم ببینیم. دوستان اول از همه این بتل پس زیاد خوب نیست، اما اگه سی پی رو اکانتتون دارید یا بتل پس قبلی رو زدید سی پی رو گرفتید، به نظر من بزنید. به گانا اپیکتون همه چی اضافه میکنه دیگه، اسکین و گانا اپیکتون بعد نیست. حالا خواستید بزنید. یه دونه اسکین داره دیدمن پلیرز، مدل پلیرزشه. یه دونه سویچ بلید اپیک داره، طرح موتوره، نه موتور نیستش، این ورزش بود، بیسبال، نه همچین چیزی. با یه دونه چوب باید بزنی. دنسش هم داره، اینه دنسش، همینه. سویچ بلید این ورزش هست. بعد یه دونه بیبوی 15 خوشگل داره که نمیشه ازش گذشت، خیلی خوشگله، اما بگیر تو دستت ساده است. دیگه دونه اسکین داره که بد نیستش. آی سی آر داره اپیک، این به نظر من بهترین اپیکشه. آی سی آر بیبای هم که اوکی. یه دونه پارک داره، اسکین پارک مدل اسپید، این هم اوکیه. از این نایفا داره که اپیک نیستش، از این چیز خاص نیست. سی پی هاتون هم که برمیگردونه. یه دونه هادس دارید، هادز یا هیدس دارید که خوبه. نه از این اگه ندارید بزنید بگیرید. همین دیگه. میرسیم به اینجا که این اسکین بیکو داریم با یه دونه گان جدید SMG جدیدی که توی این سیزن اومده، ایسو، که خیلی SMG جذابیه. اگه بگیرید خیلی به نفعتونه، خوشگل، جم، خیلی هم تیراش قویه. همین دیگه، میره تا آخر. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.